الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اما بعد، شناختن و معرفت الله سبحانه و تعالی بهترین عبادت ها است، بلکه اولین واجب برای انسان این شناختن الله سبحانه و تعالی است. حتی شخص کافر وقتی که میخواهد که به دین اسلام درآید باید اولین عملی که میکند به یگانگی الله تعالی ایمان آورده الله تعالی را شناسد. ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب جواب الکافی میگوید که اطیب ما فی الدنیا معرفته سبحانه و محبته. در دنیا محبوب ترین چیز، پاک ترین چیز، بالعدد ترین چیز، از همه چیز بهترین این شناختن الله تعالی و محبت الله تعالی میگوید. این گپ ابن القیم و مانند ابن القیم و این انسان‌هایی که خدای حقیقی شناختن اونها میدونن. همه چیز دنیا بهترین شناختن الله تعالی میگوید. بنابراین درباره الله سبحانه و تعالی ما شناختن میکنیم. شناختن الله عز و جل یک عملی که الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را امر کرد. در قرآن کریم گفت فاعلم انه لا اله الا الله، بدان که غیر الله تعالی دیگر خدای برحق نیست. گفت الله تعالی پیغمبر امر کرد که یگانگی خدای شناسند و این امر و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای امتش هم استحباب دارد که باید هر یک انسان باید پروردگار خود را بشناسد. در صحیح بخاری و مسلم از حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگوید که لما بعث النبی صلی الله علیه و سلم معاذا الى نحو اهل الیمن قال له، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ را به سوی اهل یمن فرستادند تا اینکه اهل یمن را دعوت به دین خدا کند، گفتند انک تأتی قوما من اهل الکتاب. ای معاذ، تو به سوی یک قومی میری که آنها اهل کتاب هستند. آنها مانند مشرکای عرب بی‌سواد نیستند. آنها پیش از آنکه قرآن آید می‌آمد آنها تورات و انجیل آمدگی. آنها کاملا از بالا باخبر. انک تأتی قوما اهل کتاب، تو یک پیش قوم میری که آنها کتاب دارند. فلیکن اول ما تدعوهم الیه الی ان یوحدوا الله تعالی، از اولین دعوتی تو باید برای آن باشد که آنها خدای یگانه شناسند. از همه کارها پیش تو آنها دعوت کن که آنها خدای یگانه حسابیده، یگانه اعتقاد کنند. و در دیگر روایت میآید که انک تأتی قوما من اهل الكتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادة ان لا اله الا الله و انی رسول الله. تو به سوی قوم اهل کتاب میروی، اولین چیزی که آنها دعوت میکنی باید این شهادت دادن به یگانگی الله تعالی و پیغمبری من باشد. این حدیث دلالت و قوت صریح دارد که اولین واجب برای بنده‌های شناختن الله تعالی پیش از آنکه نماز خواند و روزه دارد و زکات دهد و دیگر عملها باید الله سبحانه و تعالی را بشناسد. زیرا که انسان یک انسانی را وقتی که نمیشناسد قدر و اکرام نمیکند، لیکن وقتی که اگر میشناسد که حقیقتا این شخص بزرگ است به این دیگر معامله او دیگر میشود. ولله المثل الاعلی. الله تعالی کسی که بسیارتر شناسد، بسیارتر داند در حق الله تعالی، انا همون انسان خدای بسیارتر اجلال و اکرام کردگی و احکام فرستگی انسان میشد. بنابراین باید برای تمام بنده‌ها واجب است که پروردگارشان شناسند. و این الله سبحانه و تعالی خودش را شناختن و دانستن اولین سوال قبر است. در صحیح در سنن ترمذی و در مسند امام احمد آمده است که
حدیث برا ابن عاظم رضی الله عنه این کس میگوید که ما به جنازه رفتیم همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم و جلسنا حوله و اطراف رسول الله نشستیم که رسول الله آگاه گفتند که استعیذوا من عذاب القبر، از عذاب قبر پناه جویید، یعنی پروردگار مرا از عذاب قبر نگاه دار دعا کنید گفتند. و در دیگر حدیث آمده است که رسول الله گفتند که فاسألوا لأخیکم الثبات فإنه الآن یسأل، برای برادرتان از درگاه الله تعالی مستحکمی ثبات پرسید که زیرا آنکه او به نزدیک پرسیده میشود گفتند. و در درون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد مؤمن و کافر وقتی که از دنیا میگذرند به چی واقعه‌ها روی می‌دهند در قبر، به چی سوال و جواب‌ها میشه و چی کارها میشه بیان کردند. خلاص رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که تمام انسانی که از دنیا وفات میکنند این از سه سوال پرسیده میشود: من ربک، پروردگارت کیست؟ و ما دینت چیست؟ و من نبیک، پیغمبرت کیست؟ اولین سوالی که انسان در قبر پرسیده میشود این من ربک، پروردگارت کیست. این سوال همه دختر اصلی کی که نباشد، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم رو گفتند که بعد من وفات کردم کمکت پیش قبر من بایستید، لانی تا اینکه من بیام چه خیلی پروردگار ما جواب میدیم. فرستاده‌های پروردگار به چه خیلی جواب میدیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان همین انتظار بودند که همه پرسیده میشه. این دنیا در همه تخصص خودش پرسیده میشه. دکتر از مسئله های طبی پرسیده میشه و دوره دیگر هم معلم استاگی دیگه چیزا پرسیده میشه و معلم و مسئله تخصص خودش پرسیده میشه. لیکن آخرتان همه من ربک دیگه سوال به جواب داده نشد و پروردگارت کیست، همه اونجا مثلا دیگه تخصص به جواب میداد که این میگوید که این هم باید داند پروردگار کی بوده میشه. رسول الله گفتند که با بنده وقتی که جواب نیک میدهد پروردگارم الله و دین اسلام و پیغمبرم محمد گفته جواب میدهد، این انشاءالله از جنت کلبه های از جنت و لباس ها از جنت و دریچه از جنت گشوده میشه و از بوی